سال 1996 همچون سال آغاز در حیات تطبیق گردیدن روند اصلاحات کلی اقتصادی و اجتماعی، تحکیم صلح و امنیت، بقا و پایداری دولت تاجیکستان و استفاده آن بر پایه وحدت ملی، یگانگی و همدیگر فهمی ساکنان مملکت در تاریخ کشور ابداً ثبت یافته است. راهی که از ابتدای سال 1996 مردم تاجیک با راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انتخاب کرد، راه صلح و آرامی و سازندگی و بنیادکاری بود. محض با سیاست دیگرگونسازی های سرور دولت، خلق تاجیک در سمت‌های افضلیتناک خواجگی خلق مملکت در سال 1996 مخصوصاً سمت‌های تحکیم اقتدار اقتصادی کشور و حفظ اجتماعی جمهوری دستاوردهای نظررس را نائل گردید. اقدام و تشبس‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت روندهای سازندگی و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال از جانب ساکنان جمهوری با قناعتمندی دستگیری یافتند و هر کدام بار دیگر درک نمودند که تنها خرد و ذکاوت والا، یک دلی و متحدی عامل اساسی صلح و وحدت ملی و رشد و شکوفایی جامعه می باشد. سال 1996 حکومت جمهوری تاجیکستان جهت گذاشتن زمینه استوار سیاسی و اجتماعی و به راه ماندن اقتصادیات معاصر و پابرجا تدبیرهای عملی اندیشید. رابطه های اقتصادی مملکت با کشورهای خارج دور و نزدیک گسترش می‌یافت. کارخانه های نوی صناعتی بنیاد شدند. سودای بیرونی جمهوری تاجیکستان در این سال به 1 میلیارد و 68 میلیون دلار از جمله صادرات 588 میلیون دلار و واردات 481 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل میداد. نامگوی محصولات صادراتی به مانند نخ پخته، آلومینی، پیله، تماکو و چنده دیگر مدت طولانی استوار بود. مالهای اساسی وارداتی را محصولات نفتی، گندم، آرد، نوریهای مینرالی در بر می‌گرفت. سال 1996 در جمهوری موافق نرخ‌های موجوده به مبلغ 244 میلیارد روبل محصولات استحصال گردید که از روی نرخ‌های قیاسی نسبت به سال 1995 80.2% را تشکیل می‌کرد. یعنی 27% کارخانه‌های جمهوری سال 1996 نسبت به سال 1995 بیشتر محصولات استحصال کردند. کارخانه‌های مشترک باشند به مبلغ 8.3 میلیارد روبل محصولات استحصال نمودند. حجم زیادی محصولات به ذمه کارخانه مشترک کابل تاجیک تکستایلز و جوانی راست آمد. سال 1996 بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان با درآمدی بیشتر نسبت به خراجات اجرا گردید که 0.6% محصولات عمومی داخلی را تشکیل نمود. باید تذکر داد که سال 1996 بار اول جمهوری به معتدل گردانیدن نتیجه های میکرو اقتصادی نائل گشته به افزودن کمبودی بودجه راه داده نشد. یگان جمهوری تازه استقلال سابق اتحاد شوروی بعد به معاملات برآوردن پول ملی در مدت کوتاه به چنین نتیجه ها نائل نشده بود. حجم واردات انداز از روی حساب عمومی 71%، واردات غیر انداز 20% را تشکیل داد. 74% مبلغ عمومی خراجات بودجه متحده برای به مبلغ تأمین نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدافعه ملی، مقامات حاکمیت دولتی و ساختارهای حفظ حقوق صرف شد. سال 1996 از حساب همه منبع‌های مبلغ گذاری و شکل‌های مالکیت به مبلغ 18 میلیارد و 715 میلیون روبل از خود کرده شده در حجم 5 میلیارد و 112.8 میلیون روبل
فایده اساسی اجرا گردید که 73% مبلغ جدا گردیده به ساختمان‌های ناتمام گذرانیده شد. سال 1996 در ساختمان راه آهن قرغان‌تپه کلاب 2 میلیارد و 182 از 13 میلیون روبل و نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 میلیارد و 722 از 15 میلیون روبل مبلغ گذاری عمومی استفاده گردید. سمت‌های اساسی افضلیت‌دار خواجگی خلق جمهوری در سال 1996 گیدر انرژتیکا، ساختمان نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی، استخراج معدن، افزایش استحصال محصولات کشاورزی و کارکرد آن به حساب می‌رفت. سال 1996 برای ساختمان انشاءات اجتماعی 4 میلیارد و 534 از 12 میلیون روبل صرف گردید که 24% حجم عمومی مبلغ گذاری جمهوری را تشکیل میداد. در سمت سرمایه گذاری های غیر استحصالی قسم اساسی را ساختمان منزل تشکیل نمود. در این سال 99 از 14,000 متر مربع منزل زیست بنیاد و به استفاده داده شد که 77% آن از حساب مبلغ‌های اهالی و 21% از حساب مبلغ‌های دولتی ساخته شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 1996 با سیاست خیرتمندانه و معارف پرورانه خود تمام چاره ها را می اندیشیدند که آبروی مکتب و معارف و معلم بیش از پیش بالا رود. رشد ساحه علم و معارف و فعالیت استادان و آموزگاران در تربیه نورسان و جوانان در راه آموختن دانش و معرفت، تربیتگران نسل‌های سزاوار دوران، متخصصان ورزیده و حاضر زمان که دانش، جهانبینی، مهارت و ملکه و لیاقتمندیشان جوابگوی طلبات ایام باشد استوار گردید. در پیام تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به افتخار روز معلم در سال 1996 چنین آمده است: تاجیکستان صاحب استقلال، جامعه نوین ما به انسان‌های دارای خصلت و جهانبینی و مفکوره نو نیازمندند. مضمون و ماهیت این مفکوره نو را باید حس افتخار ملی، دولتداری، وطن دوستی و انسان پروری، عموماً مجموع ارزش‌های ملی و عمومی بشری تشکیل دهند. بنیادگذار و پایه‌گذار این ارزش‌ها در عالم باطنی هر یک فرد معلم می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان سال 1996 برای رشد ساحه کشاورزی اهمیت همه‌طرفه داده برنامه مخصوص را تصدیق نمود که سمت‌های اصلاحات ساحه را همه جانبه معین کرد. با مقصد سری وقت گذرانیدن کارهای کشاورزی، جلب نمودن ذخیره‌های ضروری مالیوی برای افزون گردانیدن استحصال محصولات کشاورزی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 8 اپریل سال 1996 با فرمان درباره استفاده معاملات فیوچری ضمن استحصال و فروش محصولات کشاورزی و 25 ایون همین سال با فرمان دیگر درباره اصلاحات تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی امضا گذاشتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ماه ایون در مصاحبه با مخبری مجله روسیسکایا فدراتسیا جهت برنامه اصلاحات کشاورزی مملکت قید کردند. زمان ضرورت گذرانیدن اصلاحات کشاورزی را طلب می نماید. ما زمین را تنها به اختیار صاحب حقیقی آن دهقان داده با همین راه خود را با بسیار نوع‌های آذوقه تأمین کرده در دوام سال 700 تا 800 هزار تن غله به دست آورده می توانیم. سال 1996 کارخانه‌های کشاورزی صرف نظر از دشواری‌ها در استحصال محصولات به نتیجه‌های معین نائل گردیدند. زراعت غله‌دانه و لوبیایی از 249 گکتار، جواری مکئی تخمی 7 از 10 هزار گکتار، کارتوشکا 2 از 10 1 هزار گکتار، سبزوات
8,000 گکتر و زراعت پالزی 3,000 گکتر جمع آوری کرده شد. ذخیره های مهم جهت بلند برداشتن محصولات کشاورزی را خواجگی های شخصی یاری رسان اهالی تشکیل دادند. سال 1996 67% سبزوات، کارتاشکا، میوه، انگور، 46% زراعت پالزی، 75% شیر، 71% گوشت، 35% غله و تخم در خواجگی های شخصی استحصال کرده شدند. سال 1996 راه پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تطبیق برنامه اصلاحات اقتصادی که مقصد اساسی آن به نظام آوردن سیاست اجتماعی و بهتر نمودن سطح زندگی مردم و رشد و رونق اقتصادیات ملی بود، ثمره نیک و بار آورد. سال 1996 سرور دولت محترم امام علی رحمان با مقصد شناسایی همه‌طرفه با وضع اقتصادی و اجتماعی شهر و ناحیه‌های مملکت و روزگار مردم به منطقه‌های گوناگون کشور سفر کرده به واسطه با اهالی صحبت و ملاقات‌های آزاد و روبرو انجام دادند. پرزیدنت مملکت در دوام سال 6 مراتبه به ولایت ختلان، 5 مراتبه به ولایت لنین‌آباد حاضر ولایت سوخ سفری کاری انجام دادند. 6 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت لنین‌آباد حاضر ولایت سوخت رفتند. سرور دولت در برابر واخوری و ملاقات‌ها با راهبران شهر و ناحیه‌های ولایت تقاضا کردند که به تأمین اهالی با مواد مورد نیاز اهمیت جدی داده در مرکز شهر و ناحیه‌ها فروش محصولات خواجگی قشلاق را تشکیل نمایند. پرزیدنت جمهوری تاکید نمودند که غمخواری نسبت به معلمان، سابقه‌داران جنگ و مهنت، یتیمان، شخصان کم بضاعت وظیفه هر راهبر است. 6 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه مشترک کابل تاجیک تکستایلز که در همکاری با متخصصان جمهوری کره بنیاد گردیده است اشتراک و سخنرانی کردند. 6 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اینچنین در تولدخانه شهر خوجند، نیروگاه خرد برقی شوکت ناحیه نو حاضر ناحیه اسپیتامین، پایگاه آبکشی ناحیه ظفرآباد بازدید به عمل آورده با راهبران و فعالان این ناحیه ها ملاقات نمودند. اثنای واخوری ها سرور دولت دقت اهل زحمت را بر رواج ساختمان نیروگاه های خرد برقی، استفاده عاقلانه زمین، تیاری به کشت و کار بهاری جلب نمودند. 6 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر اسفره یکی از زنهای مشهور جمهوری سفرا باقی ورا با جشن مبارک 70 سالگی زادروزش تبریک و مبارکباد نمودند. اینچنین واخوری و صحبت‌های سرور دولت در همین روز با دهقان اصیل عبدالغفار صمدوف خاطرمان و جالب بودند. 7 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت ختلان رفتند. خود همان روز سرور دولت با مقصد شناسایی با رفت اجرای نقشه‌های پیش بینی شده به شهر کولاب رفته از کارخانه‌های کلان صناعتی شهر بازدید به عمل آوردند و با اهل زحمت ملاقات آراسته در افتتاح بینای نوی فرودگاه کولاب اشتراک و سخنرانی کردند. 7 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفری کاری در ناحیه یاوان ولایت ختلان کارخانه استحصال و کارکرد نمک را افتتاح نموده با کارمندان و مسئولان کارخانه صحبتی صمیمی آراستند. اطلاع داده شد که اقتدار سالانه کارخانه 50,000 تن نمکی خوش صفت می باشد. سال 1996 هنوز هم در بعضی منطقه های جمهوری مناقشه های مسلحانه از جانب گروه های تفریق انداز جای داشت.
سعی و تلاش های حکومت جمهوری تاجیکستان برای به دست آوردن یکدیگر فهمی ساکنان جمهوری، تأمین وحدت ملی و با این وسیله به دست آوردن صلح و آسایش نگرانیده شده بود. از این لحاظ تا رفت در اطراف حکومت مملکت جمع آمدن نیروهای مخالف سیاسی و جمعیتی جامعه جهان را به استواری صلح تاجیکان مطمئن می ساخت. 10 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مردم کشور عاید به استقلالیت انرژتیکی دولت مراجعت نمودند. وضعیت امروزه اقتصادیات جمهوری تقاضا می نماید که در برابر ادامه دادن کار در نیروگاه برقی آبی راغون و پیدا کردن سرمایه گذاران برای وسعت ساختمان، ما کار را در نیروگاه برقی آبی سنگتوده با قوه خودمان وسعت داده این ساختمان را ساختمانی عمومی ملی اعلان نماییم. سرور دولت صاحبکاران، سرمایه‌داران، تاجران برون مرزی، کارخانه های پراقتدار صناعتی، کارخانه های خصوصی را دعوت نمودند که در ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده بی‌طرف نباشند. 13 ینور مقاله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجله بین المللی گلوبال منیجمنت که در لندن چاپ می شود در موضوع دیگرسازی های تاجیکستان چاپ شد. در مقاله از جمله آمده است: تاجیکستان در مدت کوتاه عضو سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین المللی و منطقوی گردید. در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه سفارت‌های ایالات متحده آمریکا، جمهوری فدرالی آلمان گشاده شدند. میسیه دیپلماتی حکومت‌های بریتانیای کبیر، استرالیا، فرانسه، ژاپن و دیگر دولت‌ها فعالیت دارند. در خاتمه این مقاله تاکید می شود که تاجیکستان با مبلغ گذارانی که در استخراج ذخیره‌های معدنی و مثل طلا، نقره، آهن، روح، ولفرام، انگشت و گاز سرمایه گذاشتن می خواهند، شرایط مساعد فراهم می آورد. 22 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت لنین‌آباد حاضره ولایت سوخت رفته و فعالیت خط دوم کمبینت استخراج طلای زرافشان واقع در شهر پنجکند آغاز بخشیده سخنرانی نمودند. کارخانه مذکور در همکاری با شرکت نیلسون گالدینی بریتانیای کبیر به کار شروع کرد و سرور دولت به فعالیت این کارخانه مشترک بهای بلند داده در سخنرانی خود همچنین ابراز داشتند. فعالیت کارخانه مشترک زرافشان شهادت روشنی همکاری ثمره بخش متخصصان خارجی و تاجیک می باشد. به تمام عالمیان معلوم می گردد که وضعیت امروزه جمعیتی و سیاسی و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای اصلاحات اقتصادیات جهت جلب سرمایه خارجی به ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق زمینه مستحکم می‌گذارد. واقعاً افتتاح این کارخانه مشترک امکانیت فراهم آورد که 2000 نفر شهروندان صاحب جای کار گردیدند. بار نخست در تاریخ طلای تاجیک با تمغه خاص خود در بازارهای بین المللی به فروش برآورده شود و از این به بودجه دولت هر سال تا 20-30 میلیون دلار آمریکایی درآمد وارد گردد. 29 ینور تحت سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه یکجایی حکومت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. پروکورور گنرالی جمهوری امیرخل عظیموف درباره وضعیت شهرهای قرغان تپه، حاضر شهر باختر و ترسونزاده گزارش داد. اطراف این موضوع مبادله مفصل افکار صورت گرفت. اشتراکچیان جلسه پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در موردی با راه آسایشته حل نمودن وضعیت یکدلانه جانبداری کردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان به اعضای حکومت و نمایندگان وسایط اخبار عموم سپارش دادند که
وضعیتی به عمل آمده را در بین اهالی شهر و ناحیه ها به طور واقعی فهمانند. 13 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به ولایت ختلان رفتند. خود همان روز در شهر خرقان تپه حاضر شهر باختر در مشورت فعالان ولایت اشتراک و سخنرانی نمودند. در مشورت نتیجه های فعالیت خواجگی خلق ولایت در سال 1995 و اجرای فرمان های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جمله فرمان درباره اختیاراً سپردن اسلحه از 2 دکبر سال 1994 بررسی گردید. 15 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فرمان درباره زیاد نمودن مزد مهنت حداقل معاش کارمندان تشکیلات و مؤسسه های بودجتی، نفقه ها، یاردم پولی و استیپندیه ها و چاره های علاوگی حفظ اجتماعی طبقه های کم بضاعت اهالی جمهوری تاجیکستان و 25 مارس با فرمان درباره تدبیرهای تحکیم به سر وقت دادن مزد مهنت و پرداخت‌های به آن برابر امضا گذاشتند که مقصد از سفربر کردن ذخیره‌های مالیوی، زیاد نمودن و تأمین سریوقتی مزد مهنت، نفقه، یاردم پولی و پرداخت‌های دیگری اجتماعی می باشد. 16 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مردم کشور را به مناسبت عید سعید فطر تبریک نموده در این روز مبارک به تمام مردم جمهوری و مسلمانان جهان نیکبختی و آسودگی روزگار را تمنا نمودند. 24 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با فرمان درباره تأسیس استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای اسپیرانت‌های شعبه روزانه امضا گذاشتند. فرمان با مقصد دستگیری همه‌جانبه و هوسمندگردانی فعالیت علمی عالمان جوانی با استعداد و آینده‌دار امضا شد. سمت‌های اساسی پیشبرد ساحه علم، راه‌های در استحصالات تطبیق نمودن تحقیقات عالمان، به نظام درآوردن پایه‌های علمی معاصر از جمله مسئله‌هایی بودند که در واخوری سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تاریخ 29 فوریه سال 1996 با عالمان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان حاضره اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان بررسی گردیدند. در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وضع امروزه علم تاجیک را تحلیل نموده به سوالهای عالمان جواب دادند. در واخوری به گروه عالمان دیپلم‌های خادم شایسته علم و افتخارنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. 1 مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با راهبران حزب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی و دینی، جمعیت‌های ملی، اتفاق‌های علمی و ایجادی ملاقات کردند. مقصد اساسی ملاقات تأکید کردن سرور دولت تهیه نمودن برنامه اتحاد خلق‌های تاجیکستان و شرطنامه سازگاری جمعیتی نیروهای گوناگون مملکت است، زیرا بدون سازگاری جمعیتی در جمهوری صلح و ثبات را پوره تأمین کردن، اصلاحات اقتصادی را برای بهتر نمودن نیک و احوالی خلق‌های تاجیکستان دوام دادن ممکن نیست. 7 مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بانوان کشور را به مناسبت عید زنان 8 مارس تبریک نمودند. سرور دولت در تبریکات خود تمام زنان و مادران جمهوری را با فرارسیدن عید بین المللی زنان، عید بهار و زیبایی تبریک و تهنیت گفته برایشان سلامتی، آبادی و آسودگی روزگار و برای کار آرزو نمودند. افتخار از آن داریم که زنان تاجیک امروز قسمی پیشاهنگ حرکت بین المللی بانوان بوده، بهر صلح و صلاح و همزیستی آسایشته در منطقه و در عالم عزم و تلاش می کنند. آمده است در پیام تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 9 مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
در مراسم امضای عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان اشتراک و سخنرانی کردند. به عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان که با ابتکار سرور دولت محترم امام علی رحمان 9 مارس سال 1996 تهیه شد، همراه شدن حزب و حرکت‌های سیاسی و تشکیلات‌های جمعیتی و اتحادیه‌های علمی و ایجادی اقدامی نیک در راه تأمین صلح و وحدت سرتاسری مملکت گردید. عهدنامه را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس مجلس عالی جمهوری و راهبران 32 حزب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و دینی و جمعیت‌های ملی امضا گذاشتند که آن سندی خیلی پرارزش تاریخی بوده برای یکپارچگی تاجیکستان و همدیگر فهمی سرتاسری کشور من بعد اهمیتی بی اندازه بزرگ کسب نمود. آنهایی که عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان را امضا گذاشتند عقیده‌های گوناگون، موقع‌های سیاسی گوناگون دارند، ولی ما همه با خوبی درک کرده ایستادیم که این گوناگون رنگی را چون یک پدیده تاریخی اعتراف نماییم، احترام گذاریم، زیرا مقصد عالی ما را متحد می‌گرداند. این مقصد به دست آوردن متحدی ملی و جمعیتی و سیاسی خلق تاجیکستان، دوستی و همدیگر فهمی ملیت‌های ساکن جمهوری برای پایه‌گذاری اساس‌های جامعه دموکراتی میباشد. به خاطر حل این مسئله ما امروز از منفعت‌های گروهی، اتنیکی و غیره گذر کرده این اقدام خود را در دایره حجت مهم عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان قانونی خواهیم کرد. از این حجت برمی آید که ما وظیفه داریم با درک ضروریت تاریخی متحد شوی مقصد اساسی همه طرف‌ها را با ایثار رضایت به صلح و صلاح، ساختمان دولت متمدن حقوق بنیاد، استحکام استقلالی ملی و دولتی، رونق علم و معارف و فرهنگ، سالمگردانی معنوی جامعه معین نماییم. 10 مارس نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد اسمت قیطانی با مقصد اشتراک در اجلاسیه 4 مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر دوشنبه آمد. اسمت قیطانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خبرنگاران عاید به نتیجه های مذاکراتش با راهبران مخالفین در مورد اشتراک آنها در کار مجلس عالی که این را اعلامیه اشخابات پیش بینی می‌کرد صحبت آراست. نماینده مخصوص راجع به مسئله تمدید مهلت اعتبار سازشنامه آتش بس سخن رانده ذکر کرد که نمایندگان مخالفین راضی شدند مهلت اعتبار آن 3 ماه دراز کرده شود، ولی راهبران اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری، اکبر تورجانزاده، آتخان لطیفی بعد صحبت‌های طولانی برای اشتراک در اجلاسیه مجلس عالی راضی نشدند. در اجلاسیه مخصوص مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که در تاریخ 11 مارس سال 1996 برگزار گردید، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اشتراک و سخنرانی کردند. همزمان در کار اجلاسیه مذکور ناظران از جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، پاکستان و روسیه، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر سازمان‌های بین المللی که به مذاکرات صلح تاجیکان دعوت شده بودند اشتراک فعال داشتند. در مجموع اجلاسیه مخصوص مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به اشتراک مخالفین هم یک اقدام جدی و امیدبخش محترم امام علی رحمان در راه دریافت رضایت ملی و رسیدن به صلح و آشتی در تاجیکستان بود. سرور دولت محترم امام علی رحمان در کار اجلاسیه عاید به وضع سیاسی و اقتصادی مملکت سخن رانده از جمله تاکید کردند که مهمترین دستاورد تاریخی تاجیکستان که از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده است آن است که حکومت توانست در کوتاه‌ترین مدت آتش جنگ خانمانسوز شهروندی را در سرتاسر مملکت خاموش سازد. کی صلح را نمیخواهد؟
که تنجی و وحدت ملی را نمیخواهد دست بردارد. مقصد ما صلح و صلاح است آخر. دیگر مقصد دیگر نداریم. ملت نصف میشود، دولت پارچه پارچه میشود. من انشاءالله روزی 19 ما آتش بس دائمی را به امضا میرسونیم. کسی که ویران میکند و خیانت میکند به ملت، به دولت تاجیکستان، ما تیج باشیم، نان ما نمیشود، پول ما نمیشود، زندگی ما نمیشود، آبادی ما نمیشود. همه مردم از همین بلا و چیزا خلاص میشود. مقصد ما همین است که بخشش کنیم، گذشت کنیم. خون را با خون نشستند، خون را با آب شستند. سال 1996 در تاریخ تاجیکستان نوین رویدادهای فرح بخش فرهنگی به وقوع پیوستند. 17 مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت ختلان رفته در تجلیل جشن نوروز در شهر قرغان تپه حاضر شهر باختر اشتراک و سخنرانی کردند. تجلیل جشن نوروز متنتن و خجسته صورت گرفت. سرور دولت در برابر تبریک و تهنیت مردم با فرارسی نوروز عالم افروز عاید به صلح و ثبات، جریان گفت و شنیدها با مخالفین، روند بنیادکاری، کشت و کار بهاری سخن کردند. 21 مارس مردم تاجیک فرارسی نوروز عالم آرا را با شکوه و شهامت تجلیل کرد. جشن متنتن نوروز در تاجیکستان همچون رمز آزادی و صاحب استقلالی، پیام آور شادی ها و زیبایی ها، صلح و وحدت صورت گرفت و طوری که در پیام تبریکاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 21 مارس سال 1996 قید گردیده است. از نوروز گذشته تا به نوروز نو در کتاب حیات کشور و مردم آزاده و سربلندمان صحیفه های خاطرنشین ثبت یافتند. در راه وحدت ملی، معتدل گردانیدن افزای جامعه قدم های جدی و امیدبخش گذاشته شدند. 27 مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نام پرزیدنت جمهوری ترکیه سلیمان دمیرل برقیه تبریکاتی قبول نمودند که در آن گفته شده است: پرزیدنت محترم، برادر عزیز، اجازت فرمایید شما و خلق محبوب تاجیکستان را به شرف جشن نوروز تبریک نموده به شما احترامانه آرزوهای نیک خود را تمنا دارم. 9 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه شورای جمعیتی اشتراک و سخنرانی کردند. امام علی رحمان عاید به از طرف طبقه های اهالی دستگیری یافتن عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان سخن رانده از جمله ذکر کردند: ما چنین حساب میکنیم که این عهدنامه میتواند یک زمینه بسیار جدی برای به دست آوردن صلح میان تاجیکان گردد، چون که در عهدنامه همه مسئله های پرینسیپیالی که آنها به نمایندگان مخالفین هنگام گفت و شنیدها و میان گذاشته بودند درج گردیده است. در مجلس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رئیس شورا انتخاب گردیدند. 22 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مردم جمهوری مراجعت نمودند تا که با کمک همه‌جانبه کارکنان تیپ، حکومت‌های ولایت، شهر و ناحیه‌های جمهوری، اهل دین، علل خصوص پدر و مادران و تمام مردم تاجیکستان، همه کودکان سینی 5 ساله ایم تکراری ضد فلج را که یگانه راه از بیماری فلج نجات دادن مردم می باشد گذرانند. 28 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عید سعید قربان را برای همه هموطنان صمیمانه تبریک گفته به مردم کشور بخت و سعادت و روزهای خوش آرزو نمودند. 7 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ژورنالیستان، ناشران، چاپگران و همه کارمندان وسایط اخبار عموم را به مناسبت عید پرشرف روز بین المللی مطبوعات آزاد صمیمانه تبریک نموده
این چنین همه خبرنگاران خارجی را که در مملکت ما کار میکنند به این مناسبت مبارکباد گفتند. 9 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مناسبت روز غلبه سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی را تبریک نمودند. پیش از همه از نام خود و از نام حکومت جمهوری تاجیکستان همه شما را به مناسبت 51مین سالگرد غلبه بزرگ صمیمانه تبریک می نمایم. به همه اشتراکچیان سابقه‌دار با شرفمان سلامتی، بردمی، سربلندی و آبادی و آسودگی روزگار را تمنا دارم. سرور دولت قید نمودند که حالا من به چهره های نورانی شما سابقه‌داران عزیز به نشان و میدل های در پیش بر درخشانتان نگریسته فکر میکنم که ما نسل های بعد جنگی، نسل های امروزه خوشبخت هستیم که در پهلویمان چنین مردان روزگار دیده خیرتمند و مشکل ناپسند هستند و در تربیه اخلاقی و معنوی نسل‌های جوان کشور فعالانه شرکت می‌ورزند. 8 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت ثمرناک علمی و ایجادی، حمایه اجتماعی زیایان علمی و ایجادی در شرایط گذریش به مناسبت‌های بازرگانی فرمان برآوردند که موافق آن از 1 ایون سال 1996 به اعضای پیوسته و وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان، حاضره اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان در جای کاریشان جبران پولی ارزش خدمت رسانی کمونالی و قوه برق در روزگار استفاده شونده پرداخته می شود. به حکومت جمهوری تاجیکستان سفارش داده شد که ترتیبی دادن و سرچشمه های پرداخت مبلغ مذکور را معین نمایند. 21 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در مجلس شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی نمودند. در مجلس لایحه نظامنامه درباره شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان به محاکمه شورا پیشنهاد شد. ما امیدواریم، گفتند امام علی رحمان، بعد قبول نظامنامه و رگلامنت فعالیت شورای جمعیتی اعتبار حقوقی پیدا می کند. به فکر من وظیفه های اولین درجه شورا در عمل تطبیق نمودن پرینسیپ هایی است که اساس عهدنامه را تشکیل می دهند. امروز با در نظر داشتی نتیجه های کار 3 ماهه با کمال دلپوری گفتن ممکن است که ما در این بابت به کامیابی های معین نائل گردیدیم، تاکید نمودند محترم امام علی رحمان. 26 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت لنین آباد حاضر ولایت سوخت سفر کردند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را مشاوران پرزیدنت و راهبران بعضی وزارت و اداره ها و نمایندگان وسایط اخبار عموم همراهی نمودند. طبق نقشه سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن سفر از ناحیه خوجند حاضر باباجان غفورов مسچاه و از شهر کانبادام دیدن کردند. سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ولایت لنین آباد حاضر ولایت سوخت از شناسایی با کاری مهنتکشان کالخازی به نام جمعه وی ناحیه خوجند حاضر باباجان غفورov آغاز یافت. رئیس خواجگی عبدولی عبدمنانوف با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آید به جریان کارهای صحرایی معلومات داده ابراز نمود که دهقانان خواجگی بهر بی‌تلف گنداشتن حاصل زراعت کوشش به خرج داده ایستادند. بعداً پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان با دهقانان کالخازی به نام دامولا عزیزف در موضوع استفاده با ثمر زمین صحبت آراستند. دهقانان ابراز داشتند که فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تقسیم 50,000 گکتار زمین به اهالی سری وقتی بود. از این رو
دهقانان سال 2-3 بار حاصل می رویانند که این بهری بهبودی زندگانی خلق مساعدت می کنند. در جریان سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از فابریکه دوزندگی ستاره دهه قطغن دیدن کردند. در این کارگاه 50 نفر زن با کار تأمین شدند. دیرکتور فابریکه حمیده اویزوه به سرور دولت اظهار داشت که زنان محلی در دیگرگونسازی‌های اقتصادی سهمی ارزنده می‌گذارند. هنگام ملاقات با سابقه‌داران جنگ و مهنت در دهشورای قیستکوز، رئیس سابقه‌داران جنگ و مهنت عبدالصمد ستارov با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای غمخواری‌های پیوسته راهبریت جمهوری در حق طبقه‌های کم‌بضاعت عرض سپاس نمود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کالخاز بهارستان ناحیه خوجند حاضر ناحیه باباجان غفورو با وضع کارهای صحرایی آشنا گردیدند. هنگام ملاقات رئیس خواجگی زینالدین صدرالدینов ابراز داشت که کشاورزان از هر 1 گکتر 34 سنتنری حاصل غله به دست آوردند. در خواجگی جمع آوری خوراک چاروا نیز با سرعت ادامه دارد. سرور دولت همچنین با کارمندان خواجگی تجربوی اتحادیه علمی و استحصالی باغپرور ملاقات کردند. در شهر کانیبادام سرور دولت با زحمتکشان خواجگی های به نام نعمت قربایف ملاقات آراستند. این چنین پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از جمعیت سهامی بادام دیدن کرده با فعالیت کارخانه استحصال دوچرخه جمعیت سهامی بادام شناس شدند و از کامیابی های اهل زحمت آن اظهار قناعتمندی نمودند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از دانشگاه دولتی خوجند بازدید نمودند. سرور دولت با آموزگاران دانشگاه ملاقات کردند. ریاست دانشگاه مهمانان عالی قدر را خیر مقدم گفته قرار شورای عالمان را درباره دکتر افتخاری آن انتخاب شدن محترم امام علی رحمان قرائت کردند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از ناحیه مسچاه دیدن کردند. سرور دولت در ناحیه مسچاه با قهرمان مهنت نوروز رجبوف هم صحبت شده با نمایندگان فیرمه تاجیک تکستایلز ملاقات انجام دادند. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از کالخازهای به نام فیردوسی، آزادی، آرجنیکیدزه و ارگاشف دیدن نموده با پیران کار ملاقات آراستند. 28 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس فعالان ولایت لنین آباد حاضره ولایت سوخت اشتراک و سخنرانی کردند. سرور دولت ضمن سخنرانی جنبه های سرچشمه نظام اقتصادی مملکت را که ثمره های خوب می دهد مفصل شرح داده بهای مثبت دادند. 1 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از مکتب عالی وزارت کارهای داخلی بازدید به عمل آوردند. در اینجا گروه نخستین جوانان تحصیل را ختم کرده برای کار به مقامات کارهای داخلی راه خط گرفتند. به 71 نفر ختم کننده رتبه لیتیننت داده شد. سرور دولت محترم امام علی رحمان افسران جوان را تبریک نمودند. 2 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت ختلان رفته از کارخانه و مؤسسه ها و تشکیلات های منطقه کولاب دیدن کردند و با ساکنان ملاقات نمودند. 2 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از بیمارخانه مرکزی شهر کولاب از جمله شفاخانه کودکان ولایت و چند انشاءات دیگر دیدن کردند. پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان از وضع بیماران آگاه گردیده برای هرچه زودتر
با دارو تأمین نمودن بیماران به راهبران اداره و مؤسسه های تندرستی سپارش های مشخص دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان در آخر آرامگاه عالم و عارف مشهور میر سید علی همدانی را زیارت کرده در جلسه فعالان شهر و ناحیه های کلاب اشتراک و سخنرانی نمودند. 10 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با گروهی ورزشگرانی که به بازی‌های 26م المپی شهر اتلانتا ایالات متحده آمریکا راه خط گرفتند ملاقات کردند. پرزیدنت مملکت با ورزشگران راهی سفید خواسته آرزو کردند که در این مسابقه ها غلبه به دست آورند. 11 ایول سال 1996 سرور دولت محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ناحیه طویلدره حاضره ناحیه سنگوار رفتند. سرور دولت در دهه چیلدره با گریزگانی که به محل استقامتی دائمیشان برگشته بودند ملاقات نمودند. ضمن سفر پرزیدنت مملکت با وضعیت ناحیه شناس شده جهت رسانیدن کمک فوری آذوقه‌واری به مردم ناحیه توجه نمودند و خبر دادند که روزهای نزدیک کاروان آذوقه به اینجا فرستاده می شود. واخوری صمیمی سرور دولت با مسئولان گواردیای پرزیدنت، وزارت مدافعه و وزارت کارهای داخلی در ناحیه طویلدره حاضر ناحیه سنگوار به افسران و سربازانی که در حفظ و حمایه وطن هستند نیروی نو بخشید. 15 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مشورت کاری گذرانیدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان دقت حاضران را به وضعیت غیر قناعت بخش خرید غله در داخل مملکت جلب نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسئله با سوزشواری و نیروهای مینرالی تأمین نمودن خواجگی ها را مطرح نموده وزارت مالیه و بانک ملی را وظیفه‌دار نمودند تا راه حل این پرابلم ها را در فرصت کوتاه پیدا نماید. 15 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان حاجی امان الله نعمتزاده ملاقات نمودند. در این ملاقات مسئله های تربیه معنوی اخلاقی جامعه خصوصا جوانان، سهم مسجدها و ضرورت جد و جهد یک جایه با مقامات دولت در این کاری مهم محاکمه شدند. سرور دولت اظهار باوری نمودند که فعالیت تشکیلات‌های دینی موافق قانون‌های مملکت به راه مانده شده به تحکیم اتحاد قوه‌های سالم جامعه و استقرار صلح و آسایش در سرزمین تاجیکستان مساعدت می‌نماید. 22 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر دوشنبه در چاره‌بینی با شکوه بخشیده به تجلیل فرخنده جشن زبان اشتراک و سخنرانی نمودند. در جمع آمد آید به اهمیت قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی تبادل نظر کرده شد. تأکید گردید که زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی بوده، زبان روسی همچون زبان معاشرت بین ملت‌ها عمل می‌کند. سرور دولت در جریان سخنرانی خود آید به تأمین مکتب‌هایی که تعلیمشان با زبان‌های روسی، ازبکی، قرقیزی، ترکمنی و قزاقی میباشند با کتاب و وسایط تعلیمی و تأمین مکتب‌های تاجیکی آسیای مرکزی با کتاب‌های تاجیکی ابراز عقیده نمودند. همزمان درباره تاریخ 2000 ساله زبان تاجیکی، اهمیت بین المللی آن که در طول چندین عصرها برای بسیار خلق‌های قطعه آسیا همچون زبان دولتداری و دیپلماتی استفاده می‌شد یادآور شدند. مورد به ذکر خاص است که سال 1996 صرف نظر از کوشش‌های پیگیرانه راهبریت دولت در راه تحکیم صلح و آرامی
قوه‌هایی وجود داشتند که آرامی کشور را نمی‌خواستند و با هر بهانه افزای داخلی را خللدار کردن می‌خواستند. دلیل روشن این گفته‌ها در آغاز ماه شریف رمضان به قتل رسانیدن روحانی معروف تاجیک فتح‌الله شریفزاده، سوءقصد به جان فرزندان برومند خلق تاجیک اکادمیک محمد عاصمی، عالمان مشهور ساحه طب یوسف جان اسحاقی و منهاج غلاموف، کوشش‌های تبدلات دولتی از جانب پلکاونیک اغواگر و شخص منفور محمود خدایبردیف و دیگر رویدادهای ننگین سال بودند که تاجیکان را هشدار می‌داد عقل سالم را استفاده برند و به دسیسه‌بازی‌های دشمنان ملت داده نشوند. در اظهارات حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم تاجیک از 3 اوگوست سال 1996 بعد قتل فاجعه‌ای عضو وابسته اکادمی علم‌های اتحاد شوروی و عضو حقیقی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان پروفسور محمد عاصمی آمده است. این اقدام رذیلانه وقت صادر شده است که سیاست راهبریت کشور باز هم استوار گردیدن وضع سیاسی و اجتماعی، گذرانیدن دیگرگونی‌های دموکراتی و اصلاحات اقتصادی بیش از پیش اعتراف و جانبداری کشورهای اعضای جامعه جهانی را کسب می‌کند. حکومت جمهوری تاجیکستان کشتار عالم عالم شمول را چون اقدام رذیلانه دشمنان ملت که به قطع باوری و مصالحه ملی و پیچیده ساختن وضع سیاسی و اجتماعی کشور روانه شده است ارزیابی می کند. 3 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه یکم شورای امنیت جمهوری اشتراک و سخنرانی کردند. در جلسه مسئله های وضعیت جمهوری تاجیکستان و تدبیر استوار گردانیدن آن، کار مقامات محافظ قانون ترتیبات و مبارزه بر ضد فروش مواد نشئه، فعالیت وزارت‌های کارهای داخله، مدافعه و امنیت در منطقه‌های عملیات جنگی، کمیسیه‌های دائمی بین اداروی شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محاکمه گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای مردم تاجیکستان مراجعتنامه انتشار داده با دلیل‌های علماً اساس یافته پیشنهاد نمودند که کشور ما را از بحران اقتصادی پیش از همه به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی رها داده می‌تواند. در این رابطه وسعت کارهای بنیادی در نیروگاه برقی آبی سنگتوده تحت نظارت دائمی سرور دولت قرار داشت. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره چاره‌های تیزانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده و تأسیس جمعیت سهامی سنگتوده به تصویب رسید و من بعد جریان ساختمان نیروگاه مذکور سرعت تازه گرفت. 3 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مردم جمهوری مراجعتنامه ارسال نمودند. در مراجعتنامه خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که جشن فرخنده‌ای که همه ما برای تجلیل آن تیاری دیده ایستاده ایم جشنی مقرری نیست. وی امتحان وفاداری خلقمان به ایده های عالی استقلالیت و آمادگی ما برای همصف بودن با خلقهای صاحب استقلال جهان معاصر می باشد. 15 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفری کاری به ولایت ختلان از ساختمان‌های کلانترین ولایت از جمله در ناحیه دنقره به جریان ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده، راه آهن قرغان تپه کولاب و ساختمان پلها از بالای دریای وخش شناس شدند. سرور دولت ضمن شناسایی از رفت ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده به مسئله های مبلغ گذاری، تأمینات تجهیزات ضروری و شرایط زندگی بیناکاران
توجه ظاهر نمودند. خود همان روز پرزیدنت مملکت با کارمندان راه آهن قرغان تپه کلاب، وزارت و اداره های مسئول این ساختمان هم صحبت شده درباره اهمیت چنین یک انشاءات استراتژی که تحت نظارت حکومت مملکت قرار دارد سخن راندند. پرزیدنت جمهوری قید نمودند که حکومت برای رسانیدن کمک‌های همه‌جانبه و ساختمانچیان تمام تدبیرها را می‌اندیشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان در انتهای سفر کاری به ولایت ختلان در ناحیه سربند حاضر شهر لیوکند با جریان ساختمان کپروک‌ها از بالای دریای وخش شناس شدند. ضمن صحبت با راهبران ساختمان مذکور امکانیت‌های واقعی حل مسئله‌های موجوده و تیزانیدن رفت کارها در بنیاد پل‌ها محاکمه گردید. 17 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به پیشواز جشن 5 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نام تاجیکان در آینه تاریخ مقاله را چاپ نمودند. مضمون و مندرجه این مقاله پیدایش، تشکل و هویت خلق تاجیک را در مرحله‌های گوناگون تاریخی در بر می‌گیرد. در مقاله این چنین وضعیت امروزه جمهوری تحلیل و بررسی شده است. 2 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مناسبت روز دانش با دانشجویان دانشکده صاحبکاری و خدمت واخوری نموده از سیمخانه‌های کامپیوتری و استاخانه‌ها دیدن کردند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان دقت راهبریت دانشکده را به ضرورت مهیا نمودن شرایط مساعد برای تحصیل فرزندان عائله‌های سرفرزند جلب نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان به یک گروه دانشجویان گواهنامه دانشجویی سپرد و به مأموریت هیئت پروفسوران و معلمان عاید به باز هم بهتر نمودن شرایط دانشجویان سفارش‌های مشخص دادند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرفه تجلیل جشن 5مین سالگرد استقلالیت دولتی انجمن 3 تاجیکان جهان و 675 سالگی کمال خوجندی به خادمان دولتی، شاعران، نویسندگان، پیشقدمان کارخانه‌های صناعتی، کشاورزی و کارمندان فرهنگ و معارف مکافات‌های دولتی و دیپلم‌های عنوان‌های افتخاری را تقدیم نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان مکافات‌های عالی دولتی را در وضعیت با تنتنه سپاریده به آنها موفقیت و برار کار آرزو کردند. 293 نفر فعالان ساحه‌های گوناگون اقتصادی جمهوری سزاوار مکافات گردیدند. 7 سپتامبر در شهر دوشنبه تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس انجمن تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان انجمن 3 تاجیکان جهان برگزار گردید. انجمن در فضای دوستی و تفاهم میهمانان از 10 کشورهای دور و نزدیک که تاریخ، فرهنگ و سرنوشتی مشترک دارند برگزار گردیده در راه همایشی همزبانان برون مرزی تکانی نو بخشید. در این محور سیاست وطن دوستانه حکومت تاجیکستان با سروری پرزیدنت محترم آن تاجیکان پریشان را در جهان جمع آوردند و اکنون طول این 20 سال است که احساس پریشانی در این جمعیت بسیار بزرگ، در این جمعیتی که مانند تخمهای زرحلین در گوشه‌های گوناگون جهان پراکنده شدند و واقعا هم میوه‌های زرین به بار می‌آورند، آنها را در یک اطراف یک محور که نام عزیز آن تاجیکستان است ببینیم. فیض و برکت استقلالیت تاجیکستان البته پیش از همه سرفرازی، سربلندی، دلپر بودن ملت تاجیک است و در عین زمان
سرفرازی، سربلندی و شرافتمندی خود را کاملا احساس کردن تاجیکان تمام جهان است. سال 1996 خلق تاجیک 5 سال تاریخ دولتداری نوین خویش را با دستاوردهای نظررس دنیای استقلال پشت سر گذاشت و شکری صاحب استقلالی میکرد که محض همین ایام استقلال با عزم و تلاشها، خدمت‌های تاریخی و ماندگار و سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قامت بلند ملت صاحب معرفت و صاحب تمدن تاجیک را از نو در منظر عالمیان راست و استوار می نمود و ضمن این آشیان بلند هموطنان را در بین اهل بشر معلوم و مشهور می کرد. جشن 5 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 8 سپتامبر خاطرمان و تاریخی، فرهنگی و خجسته تجلیل شد. این 5 سال برای مردم تاجیک 5 سالی پر امتحان، پر ماجرا و همزمان کامیابی های بی‌نظیر بود. 5 سال کارنامه ها و 5 سال کامیابی عالم شمول بود که با عزم و تلاش های فرزانه خلق تاجیک محترم امام علی رحمان عالمیان ملت را چون تاجیک شناختند و مملکت را چون تاجیکستان پیدا کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستاوردهای جمهوری را در 5 سال سپری گشته تحلیل نموده این دوره را مرحله بنیاد ته‌کرسی تاجیکستان نوین ارزیابی کردند. 9 سپتامبر سال 1991 در خریطه سیاسی دنیا دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکستان ارزی هستی کرد و از آغاز مرحله نو و تازه در حیات خلق ما بشارت داد. هرچند خلق تاجیک از قدیمترین خلقهای دنیاست، هرچند از جمله ملت‌هایی است که تاریخ تمدن بشری را بنیاد گذاشتند، هرچند فرزندان بدانش و به فرهنگش مثل نگین تابناک تاج دولت و دولتداری های اجنبی را شکوه می بخشیدند، ولی خود بعد از فروپاشی سلاله بزرگ سامانیان در طول 1000 سال آخر از دولت و دولتداری محروم بود. از این رو سنه 9 سپتامبر سال 1991 برای ما نه تنها همچون روز استقلالیت تاجیکستان بلکه همچون سنه برقراری عدالت تاریخی عزیز و ارجمند است. 9 سپتامبر با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از ملکه دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی الیزابتا برقیه تبریکاتی رسید. در نامه شادباشی از جمله آمده است: جناب اعلی حضرت، شما و خلق تاجیک را به مناسبت تجلیل روز استقلالیت تبریک می نمایم. تبریکات صمیمانه مرا به این مناسبت بپذیرید. به خلق و مملکت شما آینده درخشان آرزو می نمایم. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ویلیام جفرسون کلینتون نامه تبریکاتی قبول کردند. در نامه آمده است: شما و تمام خلق تاجیکستان را از نام خلق ایالات متحده آمریکا و مناسبت روز تاریخ سالگرد 5 استقلالیت 9 سپتامبر صمیمانه تبریک میگویم. ایالات متحده افتخار دارد که استقلالیت تاجیکستان را از جمله اولین ها شده اعتراف نمود و در پایتخت کشور شما سفارت خود را افتتاح کرد. ما امروز از آن شادیم که به خلق شما در لحظه های دشوار
طول 5 سال اخیر کمک‌های ضروری بشردوستانه رسانیدیم. درباره اهمیت مخصوص 5مین سالگرد استقلالیت مملکت شما اندیشه کرده اظهار می نمایم که اصلاحات اقتصادی در زمینه همکاری با خزینه بین الخلقی اسعار و بانک جهانی پیش گرفته شما خیلی مهمند. این اصلاحات دشوار باشد هم خلق تاجیک را به زندگی آسوده و آینده درخشان امیدوار می سازد. ایالات متحده کوشش های خلق تاجیک را در راه رفع اختلافاتش با راه‌های مسالمت‌آمیز و مذاکرات دستگیری می‌نماید. امینم که سازمان ملل متحد به شما همچون میانه رو برای نایل گردیدن روزگار آسایشته کمک خواهد رسانید. به شما و همه ساکنان تاجیکستان در بنیاد حیات آسایشته و آینده شکوفان مملکتتان کامیابی‌ها آرزومندم. 9 سپتامبر به مناسبت روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت فدراسیون روسیه بوریس یلتسین و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نامه تبریکاتی رسید. محترم امامعلی شریفویچ، شما را به مناسبت عید ملی تاجیکستان روز استقلالیت صمیمانه تبریک می نمایم. تاجیکستان امروز در دوره تاریخی گذریش قرار دارد. کوشش‌های را استفاده بردن ضرور است که دولت تاجیکان را مستحکم نموده، اصلاحات جمهوری را تقویت داده، پرابلم‌های اقتصادی و اجتماعی را حل کرده تواند. سازگاری تاجیکان، تأمین صلح و آرامی در تاجیکستان مثل پیشتر وظیفه اساسی ترین می باشد. اطمینان کامل داشته باشید که راهبریت روسیه تدبیرهای شما را در این جاده دستگیری خواهد کرد. روسیه به گسترش مناسبت‌های دامنه‌دار همکاری با تاجیکستان و منفعت‌های خلق‌های هر دو کشور، تحکیم اتحاد دولت‌های مستقل و تأمین امنیت و ثبات در منطقه منفعت‌دار است. به شما صحتی بردوام در فعالیتتان کامیابی و به خلق دوست تاجیکستان صلح و بهروزی آرزو می نمایم. 9 سپتامبر از دبیر کل سازمان ملل متحد بوتراس غالی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برقیه تبریکاتی رسید. جناب عالی، خیلی خوشمندم که شما حکومت و خلق تاجیکستان را با شرف روز استقلالیت مملکتتان صمیمانه تبریک نموده آرزوهای نیک خود را ابراز می نمایم. صداقت تاجیکستان و دولت‌های دیگر عضو سازمان ملل متحد به غایه‌های آیین‌نامه آن از جانب دولت‌های جهان ضمن تجلیل 50 سالگی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید شد و این به افزون گردیدن ثمره فعالیت این سازمان همچون واسطه‌های حفظ صلح همگانی، تقویت دموکراسی و عدالت، همچنین تأمین شرایط مساعد زندگی برای تمامی بنی بشر مساعدت خواهد کرد. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از رئیس جمهوری مردمی چین زیان زمین نامه تبریکاتی قبول کردند. شما جناب عالی و در سیمای شما خلق برادر تاجیکستان را به مناسبت 5مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان از نام خلق چین و از نام خود صمیمانه تبریک می کنم. اعتماد کامل دارم که مناسبت‌های دوستانه، حسن همجواری و همکاری مفید چین و تاجیکستان بر اثر جد و جهد ما به منفعت خلق‌های کشورهایمان گسترش می‌یابند. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین از پرزیدنت جمهوری کره کیم انگ سام و پرزیدنت جمهوری اندونزیا حاجی محمد سوخرتا نامه‌های تبریکاتی رسید. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با سفر کاری به ولایت لنین‌آباد حاضره ولایت سوخت رفتند.
نهم دهم سپتامبر در چهارچوبه تنتنه‌های 5 سالگی استقلالیت دولتی به خاطر بلند برداشتن خودشناسی ملی و ارج گذاشتن به میراث غنی فرهنگ نیاگان، جشن 675 سالگی یکی از درخشانترین ستاره های ادبیات تاجیک، شاعر و متفکر بزرگ کمال خوجندی به طور وسیع تجلیل گردید. چاره‌بینی های جشنی به افتخار بزرگداشت این شخصیت معروف در شهرهای دوشنبه و خوجند به طور خاصه برگزار شدند. دهم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مجلسی با تنتنه بخشیده به 675 سالگی شاعر و متفکر تاجیک و شرق کمال خوجندی اشتراک و سخنرانی کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره اهمیت عمومی جهانی داشتن اثرهای کمال خوجندی و در بسیار کتابخانه‌های جهان محفوظ بودن آنها اظهار عقیده نمودند. در مجلس شاعران و نویسندگان وزیر اطلاعات و ارشاد اسلامی ایران سید مصطفی میرسلیم، محقق آثار کمال خوجندی از امریکا پروفسور ایرج بشیری و دیگرها راجع به حیات و فعالیت کمال خوجندی سخنرانی نمودند. 11 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم پرده‌برداری از روی پیکره کمال خوجندی در شهر خوجند اشتراک کردند. همایش و جشنی که در شهر دوشنبه شد و سرور دولتمون امامعلی رحمان در اونجا شرکت ورزیدن و صحبت هم کردن، یک سخنرانی بسیار خوب کردن و اون جشن و همایشی که در زادگاه شیخ کمال در خوجند باستانی ما صورت گرفت و تمام زیایان تاجیکستان، مردم خوجند، ولایت سوق در اون شرکت ورزیدن، این یک فضای دیگر رو برای ما شد، برای تمام جامعه تاجیکستان شد. مردم بعد این گیرودارهای چندین ساله باز به هم روبرو شدن، باز به هم از شعر و فرض کنیم از فضیلت و از معرفت و از شخصیت های فاضلش حرف زدن، یکدیگر را با آغوش گرفتن و تبریک کردن. این یک باز میگویم این یک فال نیک بود در همون ایام بسیار داغ و پردرد و پرالم و این جشن دامن گسترد تا به تبریز و حکومت تاجیکستان سرور دولت مساعدت کردند که یک گروه زیادی اهل علم و ادب به تبریز رود و در اونجا با تمام اونایی که در ایران بودند، اونایی که در پژوهش آثار شیخ کمال سهمی داشتن با اونا روبرو شدن و اونجا هم یک همایش بسیار خوب صورت گرفت. خلاصه که جشن 675 سالگی شیخ کمال خوجندی در همون سال 1996 در یک دوره بسیار سرگرمی، در یک دوره مشکل، یک دروازه معرفت جویی را برای جامعه ما شد و این البته با سهم سرور دولت، با سهم حکومت جمهوری تاجیکستان بود. 14 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رسم افتتاح دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه اشتراک نمودند. سرور دولت اظهار باوری نمودند که دانشگاه سلاویانی نه فقط مرکز کلان علمی و تعلیمی می‌گردد، بلکه مدنیت مناسبت بین ملت‌ها را به زینه باز هم بلندتر برداشته به انکشاف روابط ایجادی خادمان علم و فرهنگ فدراسیون روسیه و تاجیکستان مساعدت می‌نماید. 25 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشتراک راهبران مقامات انتظامی جمهوری مشورت گذرانیدند. سرور دولت توجه اهل مشورت را به ضرورت اندیشیدن تدبیرهای فوری جهت فرستادن آذوقه و مالهای دیگری ضروری روزگار به اهالی ناحیه‌های طویلدره، حاضر ناحیه سنگوار، جرگتال، حاضر ناحیه لخش و تاجیک آباد جلب نمودند. پرزیدنت مملکت همچنین حسابات راهبران اداره‌های دخلدار را
درباره جریان معرکه دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح و تیاری آنها به فصل زمستان شنیدند. 25 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اشتراک راهبران وزارت و اداره ها مشورت دایر نمودند. پرزیدنت مملکت به اعضای حکومت و راهبران وزارت و اداره ها سپارش دادند که برای حل سریوقتی و با موفقیت مسئله های معرکه پختچینی، تیاری به زمستان و با مرام گذرانیدن کشتی تیرماهی تدبیرها اندیشند. 26 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه شورای نظامی گروه ارتش مرزبانان روسیه در تاجیکستان اشتراک نمودند. در جلسه مسئله های تیاری جزو تامهای ارتش مرزبان روسیه به مدافع سرحد در دوره تیر ماه و زمستان محاکمه کرده شد. 29 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گروه کاری حکومت و معاون نخست وزیر جمهوری قدرالدین غیاثف را که برای شناسایی با رفت اجرای قرارداد امضا کرده کمیسیون حکومتی و قماندانی دسته های مخالفین در وادی قراتگین بودند و حضور پذیرفتند. سرور دولت و اعضای گروه کاری وضعیت منطقه مذکور و باخوری اعضای گروه را با قماندانان دسته های مخالفین و اهالی ناحیه های کمسمالاباد حاضر ناحیه نورآباد، غرن حاضر ناحیه رشت، تاجیک آباد و جرگتال حاضر ناحیه لخش موردی بررسی قرار دادند. در واخوری قید شد که بعد امضای قرارداد مذکور وضعیت در منطقه آرام است، ساختارهای محلی دولتی عمل می کنند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به فعالیت گروه کاری حکومتی بهای مثبت داده اظهار امید کردند که سازشنامه اشقاباد اولین ثمره نیک خود را می دهد. 5 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آموزگاران مملکت را با عید کسبیشان تبریک نمودند. در پیام تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به این مناسبت آمده است که معلمان در همه دور و زمانها نیروی توانای تشبثکار و فعال پیشبر جامعه و ترغیبگر غایه‌های عالی بودند و هستند و خواهند ماند. دولت و حکومت جمهوری در نوبت خود تمام تدبیرهای ضروری را می اندیشد که کارهای نجیب و پر افتخار آموزگاران همیشه پیشرو باشد، آبروی مکتب و معارف و معلم پیوسته بیش از پیش بالا رود. 3 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر نمودند. سرور دولت در ناحیه‌های راشد قلعه و اشکاشیم با راهبران حکومت‌های محلی، مهنتکشان، سرحدبانان و آموزگاران و خوانندگان ملاقات‌های سودمند انجام دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن واخوری‌ها قید نمودند که 50,000 گکتار زمینی در بین اهالی تقسیم شده برای بهتر کردن شرایط زندگی ساکنان مملکت از جمله معلمان کمک می‌رساند. من میدانم که زندگی شما امروز چگونه وضمین است. اگر در خاطر داشته باشید سال 1992 یک قسمتی سال 93 قریب بود که جمهوری ما پارچه پارچه شود. دشمنان ملت تاجیک توانستند که ملت تاجیک را با یکدیگر جنگ اندازند. اگر پیش راه این را نمی گرفتیم امروز دولت صاحب استقلال تاجیکستان وجود نداشت. حالا هم قوه‌های جدای انداز چی داخلی و چی بیرونی دولت تاجیکان این کوشش ها را کرده ایستادند. ولی صدها تشکر، صدها بار من مینه‌داری خود را به خلق عزیزم بیان کردنی هستم که سیاستی پیش گرفته رهبریت دولت و حکومت تاجیکستان را دستگیری نمود که امروز علنگه آتش جنگ گرجدنی پیش راهش گرفته شد و دولت تاجیکستان، دولت تاجیکان، آبروی دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی روز تا روز زیاد شده ایستاده است.
بیایید در اینجا آموزگاران است، در اینجا اهل قلم است، در اینجا مکتب بچه‌هان است، در اینجا موی سفیدان است، پدر و باباهای ما هستند. آیا 5 سال پیش دولت تاجیکستان، دولت تاجیکان، ملت تاجیک را همچون ملت در عرصه بین المللی می شناختند؟ نه. حتی در هیئت حدودی پیشتر شوروی نیست، نه آنقدر درست می شناختند. امروز دولت تاجیکستان با 87 دولت دنیا امروز رابطه های حسنه اقتصادی داریم، ما داد و گرفت اقتصادی داریم. و ببینید که در ظرف 3 سال 4 سال زیاده از 800,000 نفر گریزگانی که از پیشتر از مکان خود، از وطن باباگی خود بی وطن شده بودند، بی خانه جان شده بودند، به وطن برگردانده شد. تا وقتی که هستم برای مردم خدمت میکنم، تنها برای خلق. 6 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به افتخار روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مردم جمهوری را تبریک نمودند. از جمله در پیام تبریکی چنین آمده است: سنه 6 نوامبر سال 1994 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان و استقلالیت دولتی تاجیکستان یک سنه بسیار مقدس، پر افتخار و سرنوشت ساز می باشد. در این روز تاریخی بار نخست با رأی آزادی تمام مردم کشور کنستیتوسیایی سرقانون جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. 6 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره تأسیس دادن استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشجویان مکتب‌های عالی فرمان امضا نمودند. در اساس آن با مقصد همه طرفه دستگیری و هوسمند نمودن فعالیت دانشجویان بالیاقت و صاحب استعداد از 1 ژانویه سال 1997 سر کرده برای دانشجویان مکتب‌های عالی استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. 26 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت لنین آباد حاضر ولایت سوخت سفر کردند. 26 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس با تنتنه بخشیده به 40 سالگی آباد ساختن دشت دلورزین سخنرانی نموده محنتکشان ناحیه مسچاه را با این جشن فرخنده تبریک نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان درباره قهرمانی های مردم تاجیکستان که به مشکلی های دور و زمان نگاه نکرده توانستند فداکاری، مهنت دوستی نشان داده در وادی وخش، ناحیه های واسع، مسکو، حاضر ناحیه میرسید علی همدانی، مسچاه، ظفرآباد و سالهای آخر در بشکند، حاضر ناحیه عبدالرحمن جامی و دنقره برای نسل‌های آینده ناحیه‌های آباد و زرخیز را یادگار گذارند سخن کردند. همزمان پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان به وزارت‌های کشاورزی، عدلیه، اکادمی علم‌های کشاورزی، حکومت‌های ولایت و ناحیه‌ها سپارش داد که ماهیت برنامه خصوصی گردانی ابیکت‌های کامپلکس اگروصناعتی در سالهای 1995 1996 از نوسازی کارخانه‌ها و تشکیلات‌های ساحه کشاورزی، ترتیب پرداختن حق استفاده آب را به دهقانان همه‌جانبه فهمانند. 26 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر خوجند با راهبران شعبه‌های کارهای داخلی، مقامات امنیت، پروکراتور، سودها و کمیسریات‌های نظامی شهر و ناحیه‌های ولایت لنین آباد حاضر ولایت سوخت مشورت کاری دایر کردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان به مسئله‌های سفربری جوانان به خدمت عسکری، جریان اجرای برنامه دولتی مبارزه به مقابل جنایت، پیشگیری خرید و فروش غیر قانونی مواد نشأه آور، قاچاق اسلحه، تحکیم قانونیت و بهبودی فعالیت سودها دقت مخصوص دادند
و وضع جمعیتی و سیاسی مملکت را تحلیل نموده در نزد اشتراکچیان مشورت وظیفه‌های مشخص گذاشتند. 29 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقاله با نام دیروز و امروز تاجیکان چاپ نمودند. مقاله مذکور در 5 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تهیه شده، مضمون و مندرجه آن تاریخ گذشته و امروز تاجیکستان را تحلیل و مقایسه می نماید. 6 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران مقامات انتظامی مملکت وابسته و رویدادهای آخرین ناحیه‌های وادی قراتگین مشورت آراستند. وزیر مدافعه شیرعلی خیراللهیف، وزیر امنیت سید امیر ظهوروف و وزیر کارهای داخلی خمدین شریفوف درباره واقعه‌های منطقه گزارش دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد آنها برای معتدل گردانیدن وضعیت وادی قراتگین وظیفه‌های مشخص گذاشتند. سرور دولت اظهار نگرانی کردند که دسته‌های مسلح مخالفین در عرفه ملاقات نوبتی با راهبر اتحاد مخالفین سازشنامه‌های آتشبس را دغلانه ویران کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مناقشه را تنها با راه آسایشته رفع نمودن ممکن است و حکومت جانبدار همین پرینسیپ می باشد. در مشورت عملیات تروریستی مخالفین که سبب هلاکت آدمان گردیدند محکوم کرده شد. در مشورت اظهار گردید که قوه‌های مسلح حکومتی در مورد باز هم متشنج‌تر نگردیدن وضعیت در این ناحیه‌ها تدبیرهای قطعی جوابی خواهند اندیشید. 7 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شورای جمعیتی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت درباره وضعیت مملکت، جریان مذاکرات صلح تاجیکان و خوری در پیش ایستاده با راهبر مخالفین سخن رانده، فعالیت شورای مذکور را از دوره تأسیس یابی تا امروز ارزیابی نمودند. 11 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به جاری نمودن پروتکل در بابت به اعتدال آوردن وضعیت حربی و سیاسی در موضعهای مقاومت فرمان امضا نمودند. موافق آن با مقصد جاری نمودن پروتکل درباره به اعتدال آوردن وضعیت حربی و سیاسی در موضعهای مقاومت از 11 دکبر سال 1996 در موضعهای مقاومت مسلحانه جمهوری از ساعت 12 شب 12 دکبر سال 1996 عملیات‌های حربی قطع کرده شدند. 12 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اجلاسی 5 مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت یکم اشتراک و سخنرانی نمودند. از جمله توجه حاضرین را به وضع جنایی مملکت، مسئله اصلاحات حقوقی و سمت‌های اساسی آن، تهیه و قبول قانون‌های کنستیتوسیونی، مخصوصاً عاید به صادرشوی جنایت‌های وزنین، نشأه جلابی، انتقال آن، ترور، فشار به نمایندگان حکومت، امضا شدن سازشنامه 11 دکبر درباره بحث کردن مقاومت در وادی غرم، حاضر وادی رشت و ناحیه‌های سرحدی به امضا رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اهمیت حیاتی داشتن مسئله‌های به این جلسه پیشنهاد شده راه‌های رهایی از بحران اقتصادی جلب نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به پروکوراتور جمهوری برای به طور جدی مورد تفتیش قرار دادن قانون ویرانکنی‌ها در ساحه تقسیم زمین‌ها سپارش‌های مشخص دادند. 24 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمع آمدی پرشکوه به افتخار ورزشگران بهترین جمهوری و استادان آنها اشتراک و سخنرانی کردند. سرور دولت درباره دستاوردهای ورزشگران سخن رانده، خدمت‌های آنها را در رشد ساحه تاکید نمودند
و به شرکت فعالانه ورزشگران تاجیکستان در بازی‌های 26 المپی در اتلانتا ایالات متحده آمریکا، مسابقه بین المللی تکواندوچیان در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه و دیگر مسابقه ها بهای بلند دادند. من گمان میکنم که ورزش نه تنها نمایش هنر و استعداد ورزشی نیست. ورزش بیانگر خیرات، فرهنگ، عنعنه، آداب و دیگر مقدسات هر خلق است. وقتی که شما در صحنه و میدانهای گوناگون ورزشی دنیا هنرنمایی میکنید، پیش از همه سیمای اخلاقی و معنوی خلق خود را به جهانیان پیشکش می نمایید. این هم بخت بزرگ و هم مسئولیت عظیم است که به هر کس میسر نمی شود. 25 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با راهبران یک قطار وزارت و اداره های جمهوری مشورت دایر نمودند. سرور دولت از جریان و نتیجه های گفت و شنید بین تاجیکان در سطح عالی در مسکو برگزار گردیده مفصل معلومات دادند. این چنین مسئله های وابسته به رعایت نمودن و عملی گردانیدن سازشنامه آتش بس موردی بررسی قرار گرفتند. سال 1996 تاجیکستان پنجمین سالگرد استقلالیت دولتی خویش را تجلیل نموده در ساختمانی با سرعت کارخانه‌های عظیم صنعتی و انشاءات گیدر انرژتیکی قدم‌های استوار نهاده در پاس داشتن نام و اشعار نیاگانمان شاعران کلاسیکی ادبیات تاجیک سهمی باسزا گذاشت. از همه مهمتر سال 1996 با زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ما را به روز تاریخی امضای سازشنامه استقرار صلح نزدیکتر نمود.